بسم الله الرحمن الرحیم. ما میخوایم تو این سری ویدیو بیایم یاد بگیریم که با آردوینو یه سری پروژه‌های مختلف بسازیم. اول برای شروع که بدونیم آردوینو چیه، توی خود سایت آردوینو به ما توضیح داده. اینجا شما اگر که arduino.cc سرچ بکنید براتون میاره و توضیح میده که یه پلتفرم رایگانه که میتونید باهاش یه سری پروژه خیلی ساده درست بکنیم. حالا درسته ساده است ولی در این حال میتونه پروژه خیلی کاربردی و پیشرفته باشه. یه دونه بورد داره آردوینو و یه نرم افزار داره که ما تو نرم افزارش کد نویسی میکنیم. حالا برای دانلودش هم از همین سایتش اقدام کنید و از بوردش هم طبیعتاً برای دسترسی و برنامه نویسی بقیه قطعات استفاده میکنیم. عملا یه میکروپروسسوره، یه میکروکنترلره که کمک میکنه به ما برای اینکه بیایم ماژول های دیگه و قطعات الکترونیکی دیگه که داخل مدارمون وجود داره رو بیایم مدیریت بکنیم و حالا همون جوری که ما میخوایم عمل بکنم. این از یه خلاصه راجع به آردوینو. مدل‌های مختلفی داره آردوینو. ما مدلی که باش کار میکنیم از خانواده آردوینو نانوه که یه همچین شکلی دارن. حالا تو شماتیکایی که توی پروژه مختلف میبینیم شاید از آردوینوی اونو هم استفاده بشه. من یه نمونه اونو بخوام باز بکنم، آردوینوی اونو یه همچین شکلی. فرقشون توی خیلی چیزاست، اما از تعداد پایه هایی که این اطراف وجود داره و حالا میخوایم ببینیم. خب اینم اینجا باشه که من ببینم تایم چقدره. یه همچین حالتیه که ما پایه های مختلف داریم اینجا که این پایه ها حالا جلوتر میبینیم که چه کمکی به ما میکنن. آردوینو مثلا اونو تعداد پایه های خیلی بیشتری داره، همینطوری که مشخصه از شکلی که ما اینجا داریم. تعداد پایه بزرگتری داره و حالا به کار ما الان نمیاد. چرا؟ چون اینکه هم قیمتش خیلی بیشتره، هم که خب ما کارمون برای آموزش با آردوینو نانو راه میفته. این یه همچین شکلی از آردوینو نانو. حالا شما هم میتونید توی این قسمت اجازه بدید اینجا تو قسمت سافت‌ویر که بزنی میتونید برید دانلود بکنید برای نسخه ویندوز 10 به بعد، حالا نسخه 64 بیتش، یا حالا اگه سیستم عامل دیگه دارید از اینجا میتونید انتخاب بکنید. بریم وارد محیط چیزش بشیم، اصطلاحاً ایش بشیم که شروع کنیم به برنامه نویسی. قبل از اینکه وارد برنامه نویسی بشیم و حالا کدها رو با هم مرور بکنیم، این حالا شکل دیگه گرافیکی نیست، شکل واقعی خود آردوینو نانوه. این پورت USB که این جلو وجود داره به واسطه یک کابل از USB تایپ BI اشتباه نکنم متصل میشه مثلا به کامپیوتر یا لپتاپ ما. برای اینکه اینو بشناسه شما نیاز دارید که یه درایوری به اسم CH340 رو نصب بکنید. اجازه بدید این CH340 که شما دانلود بکنید حجمی نداره اصلا. اینو که دانلود بکنید و نصب بکنید میتونید راحت و مستقیم آردوینوتون رو کانکت بکنید به حالا سیستمتون. این محیط ایشه. حالا ممکنه پس زمینه شما روشن باشه یا تیره باشه، اصلا فرقی نداره، من مهم نیست. ما اینجا دو تا تابع خیلی مهم داریم، اصطلاحاً void setup و void loop که حالا فرقش رو جلوتر با هم میبینیم. این متونی که اینجا هستن کامنت هستن اصطلاحاً و تأثیری توی کد ندارن. کامنت ها رو هم بعدا میبینیم ولی فعلا شما باگشون بکنید ما شروع بکنیم کارمون. یه توضیح مختصر بدم. void setup چیزهایی که داخلش نمیشه میشه، کدهایی که داخلش نمیشه میشه تنها یک دفعه اجرا میشه و برای تعریف یک سری تنظیماته و یک سری پارامترهایی که ثابت هستن توی برنامه ما و تغییری نمیکنن، مثل نوع پایه که حالا همین جلسه با هم میبینیم، یا مثلا مثل فعال شدن حالا پنجره سریال مانیتور و چیزهای دیگه که جلوتر با بیشتر میبینیم
توی void loop هر چیزی که ما بنویسیم بی نهایت بار اجرا میشه. از اسمش هم مشخصه، یه حلقه است. کدها از خط به خط اجرا میشن و به انتها که میرسن دوباره برمیگردن از ابتدا شروع به اجرا شدن میکنن. مثلا من اینجا اگه یه سری چیز بنویسم، این خط 7 اجرا میشه، خط 8 اجرا میشه، خط 9 که اجرا شد بعد تموم میشه و دوباره برمیگرده به خط 7، دوباره خط 7 رو اجرا میکنه، بعد خط 8، بعد خط 9. پس ما اگه میخوایم یه سری کد بنویسیم که تا همیشه اجرا بشن و صرفا دفعه اول نباشه، باید توی void loop بنویسیم. حالا جلوتر با هم میبینیم که چه کدایی تو void ستاپ، چه کدایی توی void loop. ما توی آردوینو دو مدل پایه داریم. یه سری پایه های دیجیتال هستن. بذارید من اینو اینجوری بنویسم که مشکلی پیش نیاد. یه سری پایه‌های دیجیتال هستن که شما به پایه‌های دیجیتال مقادیر 0 و 1 رو میتونید نسبت بدید، نه چیز دیگه ای. مقادیر 0 و 1 مثلا آف و آن، روشن و خاموش، آره یا نه، یس و نو، مقادیر اینطوری میتونیم بهشون نسبت بدیم. عملاً ما با این مقادیر میایم اگه مثلا مقدار 1 بهش بدیم، عملا داریم بهش میگیم که پایه رو روشن کن، پایه رو، جریان رو به پایه بده. یا مثلا اگر که مقدار 0 بهش بدیم میگیم جریان پایه رو قطع کن، به اون پایه جریان اصلا نده، جریان اختصاص نده به اون پایه. یه سری پایه های دیگه هستن که پایه های آنالوگن، یعنی شما علاوه بر مقدار 0 و 1 یه سری مقادیر از 0 تا 255 میتونی بهشون نسبت بدی. حالا بهتره بگیم 0 تا 256، ولی خب خود 256 قبول نیست. مقدار خورده میتونن بگیرن. توی آردوینو ما اینجا تصویرش رو که اینجا با هم دیدیم، اینجا مشخص بود. یه سری پایه ها اینجا با حرف D شروع میشن، یه سری با حرف A شروع میشن. این پایه هایی که با حرف A شروع میشن از A0 تا 7 در واقع پایه های آنالوگ هستن. پایه هایی که با D شروع میشن پایه های دیجیتال هستن. در رابطه با اینکه چرا این گوشه هم دی نوشته هم آ بعداً صحبت میکنیم، ولی شما حالا فعلا بپذیرید. روی خود آردوینو رو هم اگر که نگاه بکنیم، اینجا اگه من بتونم زوم بکنم خیلی خوب میشه. اگه دقت بکنید روی پایه ها نوشته، مثلا الان اینجا A0، اینجا A1، اینجا A2، اینجا D8، این D7، D6. روی پایه ها نوشته خیلی ریز. اگه دقت بکنید مشخصه. حالا برسیم به اصل ماجرا، اینکه ما چجوری میتونیم یه پروژه مثل روشن کردن LED که خیلی هم ساده است رو بنویسیم. اول از همه ما باید با یه دستوری آشنا بشیم به اسم پین مود. دستور پین مود 2 تا مقدار میگیره و همیشه هم در void setup نوشته میشه. اولین مقداری که میگیره شماره پایه ماه. اگرم که روش وایسید میبینید که اینجا نوشته یونیت 8 پین و یونیت 8 آندرلاین تیم مود، یعنی ما باید هم پین رو مشخص بکنیم و بعد مودش رو مشخص بکنیم. مود ها تو آردوینو کلا اینجا منظورش از مود نوع پایه است. نوع پایه ما یا میتونه خروجی باشه یا میتونه ورودی باشه. به چه معنا؟ ورودی به این معناست که دیتا یا اطلاعات از یک سری ماژول به آردوینو منتقل میشن و حالا داخل آردوینو تجزیه تحلیل میشن و حالا تصمیم گرفته میشه راجبش. خروجی به این معناست که یک سری دستورات از آردوینو به بقیه قطعات داده میشه. اینجا ما میخوایم به یک LED فرمان روشن شدن بدیم، پس پایه ما خروجی محسوب میشه. پس این مقدار انتها رو باید اصطلاحاً مقدار آوتپوت بنویسیم. دقت کنید که همه حروفش باید بزرگ باشه. توی پین مود M باید بزرگ باشه و بقیه حروف کوچیک. بزرگ و کوچیک بودنش مهمه. حالا پایه ما مثلا من پایه شماره 2 وصل میکنم. اینم از من داشته باشید، پایه های دیجیتال نیاز نیست برای شمارش بنویسیم دی فلان، همون عددش رو بنویسیم کفایت میکنه. من به پایه شماره 2 وصل میکنم و خب روشنش هم به صورت خروجی هم تعریفش میکنم و بعد دیگه کارم با void setup تمام میشه. داخل void loop هم ما باید دستور یاد بگیریم به اسم digital write که digital write Wش بزرگه. باز دوباره
اولی مقداری که میگیره شماره اون پایه‌ای که ما باش کار داریم و دومی مقداری که میگیره ولیو یا مقدارش که وضعیتش که حالا الان بهتون توضیح میدم. دستور دیجیتال رایت عملاً میاد پایه های دیجیتال رو روشن یا خاموش میکنه. اینکه کدومی که از این دو تا حالت باشه، روشن باشه یا خاموش باشه رو ما تعیین میکنیم. من الان میخوام پایه شماره 2 روشن بشه، پس مینویسم پایه شماره 2 وضعیتش هم میذارم روی های. درسته؟ انتهای همه دستورات باید سمیکالن باشه. این توجه بکنید چون زبان بر پایه زبان C++ نیازه که اون سمیکالن انتها باشه. یا مثلا میخوایم پایه شماره 2 رو خاموش بکنم، دیجیتال رایت 2 اندفعه لو. درسته؟ حالا من صرفا اینو با هم کار بکنیم، حالا تو جلسات بعدی چیزای بیشتری هم میبینیم. من صرفا می نویسم پایه شماره 2 روشن میشه و حالا به واسطه کابلی که شما وقتی آردوینو رو تهیه بکنید یه کابل در اختیارتون قرار میگیره. به واسطه اون کابل، حالا اون کابل رو اجازه بدید وصل بکنم به سیستمم. یه سرش رو متصل میکنم به لپتاپ، سرش هم که خب میخوره به آردوینو. بعد از اینکه متصل کردیم این بالا برامون یه همچین چیزی اومده. البته شما اگر که اون CH340 رو نصب نکرده باشید احتمالاً به مشکل میخورید. نوع بردتون رو انتخاب بکنید، این پایین رو که بزنید این بغل نوشته که به کام 3 یه دونه USB متصل شد. همین رو انتخاب میکنیم، اوکی رو میزنیم و بعد حالا از این گزینه بالا که فلشه روش هم وایساده باشه آپلود، اینو که بزنیم کل کدی که نوشیم که مجموعاً 7 خط آپلود میشه روی آردوینو و میبینید که الیدیتون روشن میشه. یه چند تا چیز مهمم اینجا بگم و تمام. توی قسمت تولز شما یه سری آپشن‌های مهم دارید، در واقع 3 تا گزینه مهمه. یکی پروسسوره که روی یکی از این 3 تا گزینه باید بذارید. بعضی از آردوینو اولد بوت لودرن و بعضی ها 80 مگا 328 خالی اولد بوت لودر نیستن. اگر که دیدید فایل آپلود نمیشه روی آردوینوتون یکی از این رو تغییر بدید. بعدش پورته که ما هم اینجا میتونیم ست بکنیم که به کام چند وصل باشه، هم از این بالا عملا همین کاری که الان بهتون توضیح دادم راجع به این قسمت، همین تنظیم کردن خروجی. نوع بردتون هم که همون ابتدا بذارید روی آردوینو نانو اگر که خب آردوینو نانو تهیه کردید. یه گزینه ما این بغل داریم که به اسم وریفای، صرفا ساختار کد از لحاظ قواعد دستوری و اینا رو چک نمیکنه که کدمون کار میکنه یا نه. صرفا قواعد رو چک میکنه که شما سوتیایی مثل سمیکالن نذاشتن یا بزرگ و کوچیک بودن حروف رو رعایت نکردن رو نداده باشید از این سوتیا. حالا همونطور هم که توی تصویر میبینید کد ما داره خیلی عادی کار میکنه. من یه مقاومت هم گذاشتم که LED مون خب مشکلی براش وجود نیاد، چون آردوینو خروجی که میده 5 ولته. خب LED ها فکر میکنم تا 3 ولت رو بتونن تحمل بکنن و حالا توی یه بازه زمان طولانی LED ممکنه آسیب ببینه. LED مون نکته دیگه من ندارم. خسته نباشید.